معاون رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گنرال مایور امامعلی ابراهیمزاده روز 7 فوریه سال 2023 در نشست مطبوعات این کمیته خبر داد که در دوام سال 2022 در قلمرو تاجیکستان 697 حادثه و حالتهای فوق‌العاده طبیعی رخ داده است که این نظر به 359 حادثه طبیعی یک سال قبل قریب 2 مرتبه زیاد است. طی سال گذشته بر اثر حوادث طبیعی در تاجیکستان 8 نفر جان باختند. سال 2021 شماره قربانیان حادثه‌های طبیعی در کشور 45 نفر، یعنی 5 مرتبه بیشتر از سال 2022 بوده است. ابراهیمزاده همچنین خبر داد که در دوام سال 2022 اساساً به علت رعایت نکردن تکنیک بی‌خطری هنگام آبازی در کل دریاهای تاجیکستان 160 نفر جان باختند. از غرق شدگان سال گذشته نصفش، یعنی 80 نفر نوبالغان تا سن 17 بوده، از جمله 11 نفرش کودکان خردسال تا 4 ساله، 25 نفر از 5 تا 10 ساله، 44 نفر از 11 تا 16 ساله، 49 نفر از 17 تا 35 ساله و 29 نفر از 35 ساله بالا بودند. گنرال ابراهیمزاده در نشست خبری همچنین خبر داد که تاجیکستان برای کمک به مناطق آفت‌زده ترکیه حدود 40 نجات بخش را میفرستد. گنرال رستم نظرزاده رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده به خبرگزاری تاس گفت در عموم تاجیکستان به ترکیه یک گروه امدادی عبارت از 50 نفر با شمول نجات بخشان و کارمندان طب را میفرستد. نظرزاده گفت دوشنبه همچنین به ترکیه 20 تن یاری بشری میفرستد. او افزود هواپیمای مخصوص با یاریهای بشری و تیم امدادی روز 8 فوریه از دوشنبه به ترکیه به پرواز خواهد برآمد.